آدما هر چی دلشون بخواد باور میکنن. تجربه نشون داده که آدما شعورشون نمیرسه و خیلی سریع فراموش میکنن. بعد دوباره 3 سال بعد مسیج بزنه بگه سوال یاد بودم. اینجا نمیگم دمت گرم، میگم به چپ. سلام، برابکس یوتیوب، سوال اقتصادی هستم. یکی از ویدیوهای دوباره تکی با حسین فهمیده. سلامتش. آقا چطوری دوستامونو برای اکیپمونو واسه خودمون نگه داریم؟ خیلی سوال قشنگی پرسیدی. وحشتناک سیاست و منیجمنت لازم داره. من فکر میکردم که فقط اگه بامزه باشی و پول در بیاری و مکان داشته باشی و پارتی کنی همه میریزن دوره. اتفاقی که میفته اون کاری که من کردم، فقط آدمای به قول معروف مگس دور شیرینی میریزن دوره. آدم حسابی زیاد دور جمع نمیشه. جالبش اینه که آدم حسابی دور جمع میشه، ولی وقتی که یه خورده سیچویشن عوض بشه آدم حسابی‌ها روز انقدر سریع غیب میشن اصلا باور کنی لش و لوشا میمونن، چون هستن دیگه. حالا هر کسی که گروهت هست یه کامبینیشنی از یه سری لش و لوش و آدم حسابی دیگه و هر چی وسطشون، یه منیجمنت خیلی قوی لازم داره و اصلا رو هوا نیست. اگه هر روز زنگ بزنی میری رو اعصابشون، اگه ماهی یه بار زنگ بزنی فیلمی، اگه هر چند وقت یه بار زنگ بزنی مثلا بیشتر از یه ماه که اصلا فراموش میشی. من اون شخصیتم. من واقعا یکی دلم واسش تنگ میشه بهش مسیج میزنم و بعضی موقع ممکنه 2 ساعت طول بکشه. و الان میفهمم از طرف، یعنی وقتی که میشینم فکر میکنم از طرف مردم میبینم حق دارم. مثلا فرض کن یکی باشه به اسم مثلا همین حسین، فرض کن ما الان این ویدیو رو قطع کنیم، بعد حسین به من هیچ مسیجی نزنه تا 8 ماه دیگه، بعد 8 ماه مسیج بزنه سوال یادت بودم، میگم دمت گرم. بعد یه سال بعد دوباره مسیج بزنه بگه سوال یاد بودم، میگم دمت گرم. بعد دوباره 3 سال بعد مسیج بزنه بگه سوال یاد بودم. اینجا نمیگم دمت گرم، میگم به چپم. چون کی دیوونه هر یه سال من واسه، یعنی تو هر یه سال من فکر کردم می‌خواستم نکنم. من اون شخصیتم متاسفانه و این نشون داد که تو بازی این همونیه که بهت میگم راحت فراموش میشه. من اگه دوباره برگردم و اون آدمایی که به دردم میخورن، حالا معنی به دردم میخوره چیه؟ برام سود داره یعنی چی؟ اینو یه دفعه سپر به من گفت، خیلی حرف قشنگی زد. گفت سوال اگه تو وسط ما هستی دلیلش این نیستش که ما داریم بهت حال میدیم، دلیلش اینه که تو واسه ما یه سودی داری و برای اینکه بچه معروفو با تو حال میکنن تو اینه که بهشون چیز یاد میدی، تو بهشون واقعیت رو میگی، تو حال نیستی و تو بهشون چیز یاد میدی. حالا پول نگه داشتن، پول در آوردن، بیزنس، رابطه است، تو چیز یاد میدی، حرف میزنی، صحنه ها رو میاری تو و مشکل حل کنی. و به خاطر اینی که ما با تو هستیم. و خیلی حرف جالب بود، چون مثلا بهش فکر کردم آره مثلا من حالا 10 تا کنسرت رفتم با این بچه‌ها تو شهرهای متفاوت، همیشه فقط من بودم که آرتیست نیست، فقط من بودم که معروف نیست. مثلا همه کسایی که می اومدن بچه معروفه اون شهر می اومدن، همه خودشون یه داستانی دارن، خوانندن فلان، مثلا فالوور بیس قوی. بعد یهو منم مثلا اون وسط بودم با 600 تا فالوور که در واقع رفیقام بودن. و این حقیقته. تو خیلی فیلم آره میدم همه میگن کار انجام بده چیزی نخوا. کی تو زندگیش این کارو کرده؟ یعنی فقط تو داستانا هست که یه یارو بوده محبت میکرده چیزی نمیخواسته. تو حقیقت زیاد نمیبینی. هر کسی هر کاری میکنه دیگه حداقل انتظار داره چه بکنی دیگه، مینیمم. و اگر همون از 2 برابر نخواد که شانس آوردی. به خاطر همین تو ببینید تو رفاقت چیا برای سود داره، یعنی نه که چیا برای سود داره، چه رفیقایی برای تو سود دارن. حالا سودا چی میتونه باشه؟ میتونه احساسی باشه، یکی که باهاش زنگ میزنی آروم میشی، ریلکس میشی، خوشحال میشی. این چیزیه که مردم براش میرن دکتر، کمیکال میخرن میندازن تو بدنشون که به این لول برسن. این دوست ارزشش بالاست، اینو مثلا باید نگرش. یه دوست هست برات چیز بهت یاد میده، از نظر مغزی میبرت جلو، میاد خونت میگه این فیلم رو دیدی، این داکیومنتری رو دیدی، شنیدی این تا اتفاق افتاد و تو داری یاد میگی، این دوست ارزش داره. یه سری دوست هستن که موقعیت دارن، حالا باباش پول داره، مامانش وزیره، خواهرش وکیله، موقعیت دارن، یه روزی به دردت میخورن. یه سری دوست داری، یه سری هستن که واسه سود مالی دارن، حالا یا پولدار، مغز بیزنسی خوب داره، برات خوبن. من اگه برگردم عقب و دوباره این صحنه ها رو ببینم تو زندگی خودم، وقتی من توی مهمونی یه پسری میبینم به اسم پاشا، میگم اوکی این پاشا پسر خوبیه، من ازش خوشم اومد. یا این پاشا به هر دلیل ها، یکی از دلایلی که گفتیم، مثلا پاشا همدم خوبیه، باش گفتم خندیدم، دیدم با هم میتونیم حال کنیم. یه کاری که من میکردم، تاریخ تولد این آدما رو میگرفتم و تاریخ‌های خاصشون رو همیشه بهشون زنگ می‌زدم، همیشه. یعنی مثلا تولدش همیشه بهش میگفتم، بعد اگه بچه داشته مثلا تولد بچه‌شو بهش زنگ می‌زدم، اگر پدرش فوت کرد برای 3 سال اول سالگرد پدرشو زنگ می‌زدم، میگفتم آقا تسلیت میگم، خواستم سال. می‌دونی اینا خیلی ساده است این کارا رو کردن. هر وقت می‌خواستم با این آدما به دلیلی بریم که باید کادو داده بشه، حالا عروسیه، برای اولین بار میری خونه‌شون،
یه خونه خریدن تو فلان جا، دعوتت کردن بریم با هم دیگه فلان، هر دلیل معنی که منطقی که هستش شما باید به هم کادو بدین، کادو رو یه جوری میدادم که یادش نره طرف. یه رفیق داشتم خیلی باحال بود، میگفتش که کادو باید چیزی باشه که آدما خودشون نخرن. خیلی حرف قشنگی میزد. میگفت چون چیزی که خودش میخره رو واسش مهم نیست، اون چیزی که خودش نمیخره رو باید براش بخری که همیشه واسش جالب باشه. خیلی جالب بود حرفش. یه همچین حالتی و پول اضافه روش خرج میکردم. یعنی مثلا میگم اگه من هر مهمونی که میرم $50 کادو میخرم. من موافقی تو وقتی واسه یه کاری واسه رفیقت میکنی یه جوری باید باشه که مثلا طرف چشش بگیره. من اینو خیلی هستم مثلا دوستون و اینا. حرف درسته ولی یه مشکلی که از یه جمله هست همیشه میگم آدما هر چی دلشون بخواد باور میکنن. خب تو متاسفانه میتونی یه دونه کادوی $400 بخری بدی به دوستت و بگی که عقده‌ای رو نگاه کن، می‌خواست به ما فخر بفروشه، می‌خواست به من بگه نگاه کن من برای $400 کادو میارم، مثلا اینو همونو برگردونه بدش کنه. یکی هم هستش براش یه دونه $20 شراب میاری، یه بابا دمش گرم 10 بار اومده خونه ما اصلا لازمم نبود ولی با این حال رفته وایساده، من میدونم اینم تنبل اصلا حوصله نداره ولی به خاطر من رفته وایساده یه دونه شراب گرفته اومده. من دو طرفشو دیدم. واسه همین تو نمیتونی مطمئن باشی که داری چه غلطی می‌کنی ولی تو میتونی 90% رو مطمئن شی. میتونی بگی که آقا من هر دفعه کادوی خوب ببرم یارو به چشش میاد. حالا منطق من چیه؟ من بگو ببین نکن بعد یه جوری باشه مثلا اگه تو مثلا یه چیز $400 داری میگیری یه جوری باشه مثلا بفهم مثلا تو چه شرایطی $400 رفیقت خرج کردی. نمیفهمم. حالا یه مثال نه باید بهش بگی که مثلا ارزشش بفهمه. حالا مثلا هیچ وقت نمیتونی راجع به کادو حرف بزنی. هر وقت ثانیه‌ای که حرف بزنی بی ارزش شده. طرف میتونه بیاد بگه دود برام اون چیزی خریدی خیلی خفن بود. بعد تو میگی خواهش میکنم. تموم شد. الان خب من و تو به عنوان رفیق خب تو مثلا داری با من چیز میکنی پادکست میگیری اینا خب تو مثلا اگه به من بگی مثلا خودم متوجه میشم دیگه خب مثلا میگم تو دلم چی هم مثلا هر کاری میکنه با من چیز میکنه پادکست میگیره اینا ولی خب یه جوری مثلا اگه 2000 من مندازی که تو مثلا خواستی به خاطر اینه به خاطر اونه من خیلی قدر کارتو بیشتر میدونم. این چی میگم؟ ببین درسته ولی تجربه نشون داده که همیشه این نرمال میشه. تجربه نشون داده که آدما شعورشون نمیرسه و خیلی سریع فراموش میکنن. یعنی من کارگر میارم اینجا تو ظرف 4 روز یارو سوار من میشه. بعد میخوام بگم دایا هنوز کارگری یا یعنی مثلا داری توالت من میشوری دیدم چی یاد رفته یه واسه چیه پاشا ببخشید پاشا بنده خدا بیچاره میاد اینجا میخواد میکشور کنه حواس منو پرت نکنه بعد همیشه بدترین راه ممکن استفاده میکنه. مثلا میاد 5 دقیقه سلو موشن پشت دوربین میره. میگم بابا خب اگه تو تون رفته بودی تو 5 ثانیه غیب شده بودی. حتی اگه اینجوری هم میرفتی با 5 ثانیه سکون کردم 5 دقیقه پشت دوربین اینطوری میره. بعد از 5 دقیقه رسیده به اونجا بعد برگشته اومده توی من. بعد میگم نه به اون 5 دقیقه نه به تو. بعد رفت اونجا دید کارگرا پلاستیک انداختن بستن رو همین شده برگرده از این ور خونه بره. بیچاره میخواد کار خوب کنه. پس تو مثلا زیاد با این موافق نیستی که چیز کنم باز فکرت اینه که هر چی که بخوام ببرم درسته؟ ببین همین مثال نگاه کن پاشا الان بچه است. پاشا وقتی میخوای بری راحت برو. این کارت بیشتر من اذیت میکنه تا راه بری راحت راه برو. الان بچه است. اگه هر روز صبح بلند میشون میگم آقا غذا من بده مامانه بهش غذا میداد خیلی منطقیه. ولی چون که پاشا بچه خیلی خفنی و خودش به فکر خودش هست غذا نمیخوره تا گشنگی بشه و خودش میره اونجا ببینه هر چی هست برمی‌داره. یعنی هر چی باشه برمی‌داره و قور نمیزنه. بعد مامانش میگه آردی پرو شده. درسته که مادر بعد هر روز بلند شه بگه که من میخوام بچه‌م غذا بدم، میخوام بچه‌م قوی بشه، میخوام موفق باشه، چی بهش بدم؟ نه که مثلا بشینه واسه خودش تیوی نگاه کنه یا مثلا ناخنشو لاک بزنه. اگر پاشا هر روز میگفت میکرد ولی چون پاشا نایس بازی در برده مامانه اصلا به چپش هم نیست. جوری چیز میکرد یک جوری نشون میداد که شما بیشتر حواستون باشه. این چی میگم؟ اون حرفی که من زدم. واسه همین من میگم آدما سری پررو میشن. واسه همین وقتی به مردم ارزش میدی مثلا الان پاشا اگه این کارو کرده مثلا النا باید هر روز صبح بلند شه سعی کنه به قبل از اینکه پاشا بره تو آشپزخونه بخواد بهش برسه و این دیگه خیالش راحته دیگه. این پاشا میخوره دیگه حالا انقدر میذارم گوشش میشه خوش به چیزی برداره بخوره دیگه. خب این درست نیست دیگه. این مادر پسره ها. اگه مادر پسر میتونن سرهم کلا بزنن دیگه رفیق مطمئن باش سرهم کلا میذاره. زیادی به دوستات برسی و بگی تو خدایی و فلان و بسال اصلا تأثیری نداره یعنی کار نمیکنه. ولی باید باشی. حالا معنیش چیه؟ تاریخ‌های مهم رو زنگ بزنی. باید یه روتینی داشته باشی که بگی آقا من بین یه هفته تا 3 هفته به این آدمو زنگ میزنم. یه بار یه هفته، یه بار 3 هفته. زنگ میزنی دیگه واقعیه. زنگ میزنی میگی آقا هستی؟ آره هستم. چیکار داری میکنی؟ دارم خونمو رنگ میکنم. چه رنگی میکنی؟ سبز.
یه کانورسیشن میره 5 دقیقه 10 دقیقه، نه اینکه من زنگ میزنم بعد 1 دقیقه بعد زنگ میزنی خوبی آقا توی میتینگم کاری داری؟ نه زدم حالت برسم خداحافظ گوشو قطع می‌کنی تا صف دیگه یارو زنگ نمیزنی. من الان این سیستمو با دوستایی که دلم میخواد باهاشون باشم تا روزی که بمیرم دارم انجام میدم و خیلی 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 خوب کار میکنه، تو لولی که وقتی زنگ میزنم بهشون تو بیمارستان زنگ میزنم دوستم رو دکتر یعنی دکتر رو مریض گوشی برمی‌داره، مریض تو اتاقه میگه دقیقه ببخشید، چون میدونه من کم زنگ میزنم، امکان داره کار مهم داشته باشم، اگر کار مهم داشته باشم بهم بگه با مریضم دیگه کاری به کارش ندارم، من همین یه ثانیه است براش اتاق مریض اومده بیرون همون موقع زنگ میزنم گوشم میگه چیه، میگم که کار داری، میگه آره دارم میرم تو اتاق پیش مریض، میگم اوکی خداحافظ قطع میکنم تموم میشه. اونم میدونه دیگه من الان دیگه لازم نیست به من زنگ بزن، چون همیشه بهشون میگم بهم زنگ نزن، نمیخوام من بهت زنگ میزنم حالا تو بعد به من زنگ بزنی، نه من زنگ زدم با من، چون میدونم تو سر شلوغه من سر شلوغه، من هر وقت بیکار بودم زنگ میزنم اگه تو بودی و این سیستم باعث شده که من با تمام دوستان بالای 1 ساعت تلفن حرف میزنم اگه بیکار نباشن، یعنی اگه بیکار باشن و خودشون براشون همیشه عجیبه که چه جوری ما 1 ساعت حرف میزنیم. من با دوست دخترم 1 ساعت تو 17 سالگی حرف نزدم، این حرفا که بهم میزنن یکی دوستام که پروفسور خیلی بامزه گفت با تو گوشو قطع کردم و فکر کردم بیشتر از تو با کی حرف میزنم، دیدم مامانمه که بین 3 دقیقه تا 5 دقیقه با هم حرف میزنه، وقتی به 5 میرسه دیگه دارم داغون میشم، دارم میگم مامان بس کن دیگه چقدر حرف میزنی، خب من نمیفهمم با تو چه جوری 1 ساعت حرف میزنم تمام نمیشه. این روشایی که من میکنم. یکی دیگه شوخیای سنگین نمیکنم با دوستایی که میخوام بمونم، چون بعضیا یهو بهشون بر میخوره یا بهشون فشار میاد، یه چیزی یهو باور میکنه، مثلا اونی که کچله رو دیگه مثلا بهش نمیگم کچل، چون یهو میره خونه میگه خب نکنه واقعا همیشه سوال منو به قول تو این رد فلگ هم هست دیگه، اینو مثلا برای دوستایی که مثلا میخوای طولانی مدت باشون باشی، چون تو دیگه میدونی طرف رو چی حساسه، یه هر کی ندونه اون که رفیق صمیمی طرف رو چی حساسه رو چی حساس نیست، این که مثلا بدونی رو چی حساسه بعد اونو بخوای تکرار کنی این 100% آخرش بگاهی میشه. من خودم خیلی این چیز اتفاق افتاده، من میدونسته طرف مردی که ناراحت میشه بعد اونو هی تکرار میکرد، خب اینجا بگاه میره دیگه همه چی. حالا من یه یارو بود همون با هم آشنا شدیم گفتش که من خیلی رو مامانم حساسم، اگه میشه اما مامان من چیزی نگو. گفتم اوکی. من وقتی یکی کسی حتی دوستم نه یا آدم معمولی هم مثلا بهم میگه روزی حساسم، سعی میکنم جلوی اون دیگه اون کار نکنم، چون که میگم ناراحت میشه دیگه، من یه اکشنی من میتونم راحت نکنم تو ناراحت نشی. تنها کسی رو که اینجوری نکردم باش بابای خودمه که میگه جلوی من بیادب نباش. گفتم آقا من نمیتونم، من دیفالتم بیادبه، من برای اینکه با ادب باشم باید فکر کنم که با ادب باشم، من میگم اینو نباید بگم اینو باید بگم، ولی با بابام نمیخوام فکر کنم، میخوام خودم باشم، میخوام راحت باشم. منطقاً با بابام این بود که من اگه بخوام با تو راحت باشم و خودم باشم باید فوشمو بدم، چون وقتی من عصبی میشم من اون لحظه فوش لازم دارم، نمیتونم مثلا چون با هم تو ماشین 2 ساعت من خودمو کنترل کنم کل 2 ساعت، چون تو اگه بشنوی کلمه که و یوره بهت برمیخوره، خب بهت بر نخوره، بفهم که پسر اینجوری حرف میزنه، این که خیلی راحت تره که من 2 ساعت خودمو کنترل کنم، تو فقط یه چیزی یه بار بفهمی آقا پسر من اینجوری حرف میزنه، پوینتی هم نداره، نه میخواد بیادبی کنه نه میخواد مثلا ما رو کوچیک کنه، اینجوری حرف میزنه همونش خیلی راحت. ولی من که باید همه حرفامو دوبار چک کنم ببینم کدوم خوبه کدوم بده، بعد کل تمام 2 ساعت 3 ساعت تو فشار باشم که چیزی که میخوام بگم درست بشه، شما خیلی نامردیه. من چرا باید با ادب باشم جلوی تو؟ من نمیفهمم. تو که میدونی من با ادب نیستم، اگه من مثلا جلوی تو با ادبم اگه تو احمقی، تو میدونی که من میرم بیرون فوش میدم، پس اگه من جلوی با ادبم باشم باید بگی چرا من با ادب دیوونه ای؟ من که میدونم تو بی ادبی، جو چه جوری من با ادب میشی؟ مثلا اینا که مثلا سیگار میکشن 50 سال جلوی مامان باباش سیگار نمیکشن، نگاه دیوونه ها، غذا میخورن، خب بس من یه دقیقه برم تو بالکن، تو بالکن میاد بوی سیگار، میگه خب چرا نمیای مثلا نه تو بالکن نمیره، میره جلوی در، میگه خب چرا نمیای تو بالکن؟ من جلوی بابام سیگار نمیکشم. میگم داداد بقال سر کوچه میدونی تو سیگاری؟ خیلی مسخره، خیلی مسخره است. یعنی بعد تو فرهنگ ما چپ و راست، یعنی همه یکو میشناسن. الان اگه میشه لطفا یه عدد زیر این ویدیو کامنت بذارین 1 2 3 4 5 6 که چند نفر اینجوری میشناسین که جلوی مام باباش سیگار نمیکشه ولی مام باباش توپل همه میدونن سیگار میکشه، یعنی قشنگ بلند میشه میره بیرون سیگار میکشه میاد تو، ولی تو بالکن نمیره چون نمیخواد مام باباش ببینه، میره جلوی در. مثلا خود باباش سیگاری خودش هم سیگاری میاد جدا میشه، خب میگم برو با هم آره به خدا اینو منم دیدم، بابای سیگاریه بچه‌م سیگاریه ولی اصلا با هم نمیکشن. با دیوونه ای؟ خب با هم بکشین با هم برین یه فندک بزنین، یه بار تو بده به اون
همه اطلاع بدی، میدونی سیگار جدید اومده، میدونی اگه سیگار بزنی فلان مثلا این تو فلان جا بزنیم بهتر میمونه هرچی. ولی آره خیلی جالبه. اینم همونه دیگه. خلاصه سوال چی بود اصلا؟ سوال اول چجوری رفیقامون رو واسه خودمون نگه داریم، رفت تو فنک و بابا و آره آدم باید میگم باید خودت باشی، بگو بخم باشی، راستگو باشی و کسایی که میبینی خوبن مثل همون جوری که مثلا اگه تو بری یه دونه ماشین بخری $1000 با یه ماشین بخری $100,000 یه خورده متفاوت باشون رفتار میکنی دیگه، یه خورده متفاوت رانندگی میکنی دیگه. دلیل نمیشه که تو آدم دو رویی هستی، آدم بدی هستی. خب میگی نه آقا یارو ماشین فراریه، من وقتی میرسم به مثلا از این دست اندازا با ساعت 2 کیلومتر میرم، ولی یه دونه پژو 206 مثلا 1990 بهت بدن با 80 کیلومتر میری، میگی به جهنم، بشکنه به جهنم. میدونی دلیل نمیشه که تو یه جوری آدم دیگه هستی یا فلان. اینم همونه. اگه مثلا یه نفر رو میبینی که آقا مثلا یارو اومده 2 تا دکترا داره، خب نه با من الاغ که باشی رفتار بکنی. میگی سوال که سواله که آدم اینی این 2 تا دکترا داره، میتونه 4 چیز به من یاد بده. خب وقتی میری یه دونه آب برداری، دستت خالی، یه دونه لیوان آب میخوای بیاری، خب واسه اون میاری. میگی من یه دونه لیوان داشتم خواستم واسه محسن بیارم، محسن هم خوشحال میشه دلش. تو رفاقت چی؟ احترام واقعا، احترامی که به طرف داری خیلی قشنگه. آره من اون احترامات که میگم امکان داره یه آدم اینو ببینن الان بگن که خب نه تو مثلا میخوای جلوی بقیه فیلم بازی کنی که خوب باشی. میگم نه، آدم باید از چیزی که بهتر مثلش میتونه باشه بهتر تکرار بکنی. همونقدر که میدی همونقدر میخوری. میگن چی؟ همونقدر که پول بدی آش میخوری. چی میگن؟ آره هرچی پول داشت یه همونه دیگه، پول رفاقت دیگه. و من خدا وکیلی ناراحتم از هزار دوستی که از دست دادم وقتی که میتونستم فقط یه تاریخ تولد بنویسم، یه تاریخ عید، یه تاریخ نمیدونم فلان، یه لیست داشته باشیم. مثلا میگم سال نو که میشه بشینی لیستتو باز کنی، نفر اول حسین چطوری؟ نفر دوم مامان حسین. خاله چطوری؟ دیگه تموم شد دیگه. مامان حسین دعوتم کرد بعد برم. خاک بر سرم. من معذرت میخوام حسین فهمیدن میگفتم نه حسین خودمونو. چی شد اصلا؟ یه جوری انقدر دیس بهت دادم که اصلا خودم خجالت کشیدم. یعنی اومدم جمعشم بکنم یه دیس دیگه. یعنی مثلا این حسین فهمیدن نیست، یعنی مدون این نفهمه یا فامیلیش فرق داره. اصلا من معذرت میخوام دیگه. بچه‌ها دمتون گرم. جاکس. سوال اقتصادی دو